سلام بچه ها، چطورین؟ اسم من امیرعلی میکس و خیلی زیاد خوش اومدین به ویدیوی جدید دیگه. بچه ها توی این ویدیو قراره با این ماشینایی که اینجا میبینین بریم و چالشمون رو انجام بدیم، ببینیم میتونیم چالش تمام کنیم یا نه. بچه ها لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نرو، بدون معطلی بزن بریم سراغ چالشمون. بچه ها بزن بریم یکی از ماشینای خفن اینجا رو انتخاب کنیم، بعدش بریم چالشمون رو شروع کنیم. همه ماشینا واقعا قشنگن. کدوم انتخاب کنیم؟ انتخاب خیلی سخت شده بین اینا. یه دونه این قشنگه، یه دونه این، یه دونه اون از نظر من. حالا کدوم انتخاب کنیم؟ همین سفیده رو برمی‌داریم. رینگاش هم خیلی قشنگه. بزن بریم. فقط این موزیکش رو قطع کنم که کپی رایت میخوره. برو بریم. بریم. اینم از چالش اولمون. وای یه ذره دیگه مونده بود، چون اصلا اشکالی نداره چون که پرش اولمون بود. بچه‌ها تو اولین پرش نتونستیم این چالش رو رد کنیم. بزن بریم یه ماشین دیگه انتخاب کنیم. این یکی ماشینم خیلی قشنگه. با اینم یه بار بریم ببینیم چجوریه. اوه چه صدایی داره. باید موزیکشو قطع کنم. خیلی ماشین قشنگه. بریم ببینیم با این ماشین میتونیم این چالش رو رد کنیم. بزن بریم. نخوریم که یه ذره مونده بود برسیم ها. چوب بزن بریم سراغ انتخاب یه ماشین دیگه، ببینیم کدومه کی قشنگه. اینم خیلی قشنگه ولی این ماشین هم قشنگه. یه بار بریم اینم تست کنیم. این بوگاتی هم خوبه ولی اول اینو بریم تست کنیم. درش چرا قشنگ باز شد. این دوتا ماشین هم اینجا گذاشتم زیاد جلوی دست و پای ما رو نگیرم دیگه. آخر میخوام بیام که اینه کی رد کنم. 3 2 1 برو بریم. امیدوارم اینه کی ماشین بتونه رد. توربینه نخوره. ایول وای جان مادر نکنی. ایول تونستیم اینجا رو رد کنیم. اینجا هم باید یکی از این موتورها رو انتخاب کنیم دیگه. همشون یه موتورن فقط رنگاشون فرق میکنه. این سبز قشنگه. این موتور سبز رو برداریم. بزن بریم. اینا رو خیلی بالا هست. برو بریم. ایول برو. وای نرسید، کم مونده بود برسه. ایول بچه ها اینجا یه دونه چک پوینت داشتیم، پس دیگه نیاز نیست بریم و از اون اول چالش شروع کنیم. بزن بریم یه موتور دیگه انتخاب کنیم. این ستای اولی خیلی قشنگه. همین نارنجی ها رو انتخاب کنیم. بریم ببینیم این چی کار میکنه. برو بریم. اینا رو حواسم باشه. برو بریم. بود داشت کلاش عوض بود. کلا میذاری سرش. برو بریم. ایول اینجا رو رد کن. اوه یه ذره میخواد برسانه میرسه. همون اول توربینا رو باید با سرعت برم دیگه، نباید ترمزو بگیرم. چون خدا وکیلی من این اولای چالش رو دارم گند میزنم و آخرها رو میخوام چیکار کنم. بین این آبیه و مشکی قشنگ‌تر. مشکیه رو برداریم. همینو باید یه سره برم. ترمز بگیرم و اونجا نمیتونم برم.
برو بریم. خدا کنه که این سری برسه. جانم چرا این یه ذره رو نمیرسه؟ مغزم رو خراب نکنم. من این سری رو دیگه باید برم. مثل این موتورابیه رو بردارم، از عقب‌تر باید شروع کنم. یه ذره این توربینه اذیت می‌کنه. برو بریم. برو این سری رو دیگه برو. این سری رو دیگه برو. ایول اینجا رو تونستیم رد کنیم. دهنم ما رو سرویس کرد. اینجا رو باید چیکار کنیم؟ باید بریم دیگه. وای تو رو خدا برس. اینجا رو باید ترمز میکردیم. بچه ها دفعه قبل اصلا حواسم نبود اونجا باید ترمز بگیرم. بریم این سری دیگه باید اونجا رو رد کنیم. 3 2 1. اینجا دیگه واسه ما شده مثل آب خوردن. حالا چپ نکنیم ضایع نشه. اینجا رو باید ترمز بگیرم. آروم ایول بزن بریم. ایول نرسیده گند زدم. واه چه ماشینایی اینجاست. این ماشینا احساس میکنم بعضی هاشون با ماشینای اون طرف فرق میکنن. اینجا هم باید یه دونه ماشین انتخاب کنیم. اینم خیلی قشنگه. این بوگاتیه رو یه بار بردارم. این بوگاتیه رو برمیداریم. بریم ببینیم چیکار میکنیم. چرا راه نمیره؟ روشن نشده. اوه بزن بریم. برو بریم. سرعت اون 219 داره. باید چیکار؟ اوه بازم از این توربینا بود. چه پرش بلندی. وایسا. ایوه این بوگاتی هم خیلی قشنگه. یه دونه از داخلش هم ببینیم. داخلش هم خیلی قشنگه. بچه‌ها قبل از اینکه بریم سراغ چالش بعدی حتما اون دکمه لایک رو بزنید، چنل هم سابسکرایب کنید. بزن بریم سراغ ادامه چالش. برو بریم. وایسا اینجا جان من وایسا. اوه یه ذره مونده. بچه‌ها یادتون نره که چیزی نمونده چنلمون به 500 تا سابسکرایب برسه. پس حتما اون دکمه سابسکرایب رو بزنید. بزن بریم. اوه بزن. اینجا رو باید چیکار کنیم؟ فکر کنم آخر چالش آره باید از این رمپه بپریم. اوه اینو با نگاه کنیم. آره با این ماشین باید بریم از اینجا بپریم. دقیق باید روی این سکو هم فرود بیاییم. بزن بریم ببینیم میتونیم یا نه. برو بریم. خیلی هم رمپش میشه که هر لحظه ممکن ازش خارج بشه. میرسیم یا بیشتر؟ وای بیشتر رفت. وای خیلی بیشتر از فاصله اون سکو بپریه. بچه ها این بوگاتی خیلی سرعتش زیاده. قشنگ از اون سکو پرشم بیشتر پریه. بزن بریم یه بار دیگه اینجا رو بریم. وای برو بریم. یه ذره باید سرعت اونو کمتر کنیم. برو بریم. Let's go. اینجا رو گاز نمیدم. حالا گاز میدم. برو بریم. برسه تو اونجا. برس. وای
یه ذره مونده بود. اصلا اشکالی نداره، یه بار دیگه میپریم. بزن بریم یه بار دیگه بپریم. اینجا رو حواسمون باشه که آخرم خورد بریم. برو بریم. این سری یه ذره باید از دفعه قبلی سرعتمون بیشتر کنم. الان گاز میدم، الان گاز نمیدم، دوباره گاز میدم. برو بریم ببینیم چی میشه. این سری دیگه باید برسیم. ایول 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 رسیدیم به آخر چالش. بچه‌ها دمتون گرم تا آخر ویدیو آن همراه بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نرو. راستی بچه‌ها دیگه خیلی نمونده به 500 تا سابسکرایب برسیم، پس لطفا اون دکمه سابسکرایب هم بزنید. دوستتون دارم و تا یه ویدیو دیگه خداحافظ.